まして、市橋容疑者、現在、今ですね、新幹線を降りてきました。すごいフラッシュの中、市橋容疑者が今 این مردی که وسط جمعیت و صورتشو پوشوندن تاتسویا ایشیهاچی نام داره. مردی که طرفداراش لقب شاهزاده عبوس یاغی رو بهش دادن. خوش‌تیپ ترین یاغی تاریخ ژاپن. قاتل باهوشی که با ارتکاب یه قتل، فقط یه قتل، تونست به لحاظ شهرت و محبوبیت بین اقشار یاغی و هایپریستوفیلیا به قاتلین سریالی نامدار و کاریزماتیکی مثل جفری دامر و تد باندی طعنه بزنه. اون بیشتر از 2 سال بالاترین مقامات امنیتی ژاپن، یاکوزا و رسانه‌های سراسری 2 کشور از شرق و غرب این سیاره رو سر کار گذاشته بود. بین سالهای 2007 و 2009 هر جای ژاپن که قدم میذاشتی محال بود عکس‌ها و پوسترهای اونا تو سطح شهر، روی در و دیوار، بیلبوردها و حتی روی تیشرت مردم نبینی. تو تمام این لحظاتی که اون اسمش تو بلک لیست امنیتی بود و اینطور برای پیدا کردنش جایزه تعیین کرده بودن، اون داشت تو همون کشور و در بین مردم زندگی میکرد. برای اینکه این مرد 28 ساله رو بیشتر و بهتر بشناسیم، یکم بیایم برگردیم عقب. جرمشناسی فرهنگی یه دانش جوون و میان رشته‌ای از علوم روانشناسی، جامعه شناسی، جرمشناسی و انسانشناسی فرهنگیه که از لنز فرهنگ جرایم رو بررسی میکنه. مطالعات این شاخه از علوم ثابت کرده که جرایم ارتباط پیچیده و تنگاتنگی با فرهنگ دارن. یعنی هرچی شناخت ما نسبت به فرهنگ‌های جوامع فراگیرتر و عمیق‌تر باشه، بعد از خوندن و مشاهده یه پرونده درک بهتر و کاملتری نسبت به ریشه های جرم و حتی حکمی که مجرم به اون محکوم شده خواهیم داشت. به همین خاطر تو این کانال که هدفش فراتر از روایت یک داستان و سرگرمیه، سعی داریم تا از این به بعد علاوه بر پرونده های غربی، مشهورترین پرونده های شرق دور با فرهنگی کاملا متفاوت رو هم پوشش بدیم تا با کنار هم قرار دادن اونا توی ذهن به درک عمیق‌تری نسبت به جرایم و روان انسان و شناخت و درک رفتار اونا به دست بیاریم. تو این پرونده قراره به کشور ژاپن بریم. شهر توکیو. یه شهر 24 ساعته که خاموشی سرش نمیشه، با 35 میلیون نفر جمعیت. از مهمترین و بارزترین ویژگی‌های این کشور اینه که اونا تونستن ضمن حفظ فرهنگ و سنت‌های گذشته خودشون به خوبی اونو با تکنولوژی و دنیای مدرن پیوند بدن. و اما داستان این پرونده از روزی شروع شد که لنسی هاکر بعد از اتمام دوران کارشناسیش قبل از اینکه بخواد تو دوره مستر ادامه تحصیل بده، تصمیم گرفت یه کار باحال و هیجان انگیز کنه. اون دلش میخواست تا جوونه و تو پیچ و تاب زندگی درگیر نشده یه سالی رو استراحت کنه و به سفر بره. این شد که به پیشنهاد یکی از دوستاش تو آموزشگاه نووا، بزرگترین و مشهورترین آموزشگاه خصوصی زبان انگلیسی تو کشور ژاپن، برای تدریس ثبت نام کرد. اینطوری اگه قبول میشد میتونه ضمن سفر به یک کشور با فرهنگ و تمدن کاملا متفاوت تدریس تو آموزشگاه نووا که هر کسی شانس تدریس تو اونو نداشت و تو رزومه خودش ثبت کنه. لنسی دختر باهوشی بود و تونست تو مصاحبه پذیرش شه. اینطور شد که تو سپتامبر سال 2006 اون وقتی به خودش اومد تو هواپیما بود و در حال پرواز به توکیو. بیاین به دوران کودکی لنزی برگردیم تا با شخصیتش بیشتر آشنا بشیم. اون متولد 30 دسامبر 1984 اهل کانونتری بود، درست در مرکز انگلستان. اون توی خانواده 5 نفره رشد کرد.
پدرش بیل و مادرش جولیا محیط آروم و جو صمیمی رو توی خونه برای بچه‌ها فراهم کرده بودن. لنسی 2 خواهر بزرگتر به نام‌های لوئیس و لیزا داشت. اون بچه باهوش و درسخونی بود و دوران مدرسه‌ش رو توی شهر خودشون تو مدرسه کینگ هانری تموم کرد و بعد از تموم کردن کالج برای تحصیل تو رشته مورد علاقش زیست شناسی راهی شهر لیدز شد. لنسی دوران دانشگاهش هم مثل مدرسه موفق عمل کرد و تو سال 2006 با گرید ممتاز فارغ التحصیل شد. اون دختر بلند پروازی بود که بسیار هم به خودش متکی بود و به خاطر همین شخصیتش محبوب اطرافیانش بود. یه شخصیت محکم و جدی نسبت به اهداف شغلی و تحصیلیش و انعطاف پذیر و مهربون تو روابط اجتماعیش. الان دیگه هواپیما حدود 14 ساعتی میشد که از فرودگاه انگلستان بلند شده بود و دیگه آماده نشستن تو فرودگاه توکیو بود. لنسی واقعا هیجان زده بود. اون بعد از ترک فرودگاه بلافاصله به آموزشگاه رفت تا خودشو معرفی کنه و کارهای اداریشو انجام بده. بعد از اون به منطقه‌ای به اسم کویوا رفت تا اونجا موقتاً یه جا رو اجاره کنه. اون دل تو دلش نبود. توکیو فراتر از چیزی بود که اون تصور میکرد. محله آرومی که اون توش خونه اجاره کرده بود 20 دقیقه اون طرفترش محله‌ای بود به اسم آساکوزا که پر از اماکن تفریحی بود، از انواع رستوران و پارک جنگلی بگیر تا مرکز خرید و بار و دیسکوتک. و لنزی فکرشو نمیکرد که بتونه آرامش و هیجان و یه جا تو فاصله 20 دقیقه داشته باشه. این همون چیزی بود که لنزی رو هیجان زده کرده بود و دائم از این مورد با بقیه حرف میزد. اون توی یه تماس به خواهرش گفته بود آدم توی توکیو بیشتر از انگلستان احساس امنیت میکنه و این جمله مثل داغی بود که همیشه رو دل خواهرش بود. مدت زمان بسیار کمی بود که از اقامت لنزی تو ژاپن میگذشت و حالا دیگه اون کم کم تو شهرش جا افتاده بود و به خرج و مخارج و نحوه زندگی تو اون کشور و محله ها بیشتر آشنا شده بود و همچنین دوستان جدیدی پیدا کرده بود. اون الان تصمیم گرفته بود به محله چیبا نقل مکان کنه. اگرچه اونجا کمی دورتر از مرکز شهر بود اما اجاره خونش خیلی کمتر بود. ضمن اینکه قرار بود با 2 نفر دیگه که اونا هم معلم بودن و غیر ژاپنی بودن همخونه بشه. لنزی به خاطر اخلاق مهربون و همدلی که داشت خیلی سریع با همخونه‌هاش برخورد و اونا هر شب با هم دیگه خوش میگذروندن. اون فقط گهگاهی دلش برای خانواده‌اش تنگ میشد که طبیعیه. اون سعی میکرد این شرایط رو بپذیره و با تماس‌های شبونه از طریق فیسبوک و اسکایپ کمی از این دلتنگیش فاصله بگیره. اون یه دوست پسر داشت که 4 سال بود باهاش بود، یعنی از سن 18 سالگی و الان هزاران کیلومتر ازش دور شده بود. تو 20 مارس 2007 حدوداً 6 ماه بعد از ورود لنزی به این شهر دوست داشتنی مثل تمام روزای عادی کارش تموم شده بود و داشت قفل دوچرخه‌شو باز میکرد تا به خونه برگرده که اتفاق عجیبی افتاد. یه پسر جوون آروم از پشت بهش نزدیک شد و تا لنزی سرشو بالا آورد پسر سلام کرد و گفت شما معلم زبان من هستی؟ لنزی که کمی شوکه شده بود لحظه‌ای به پسر نگاه کرد و خیلی مؤدبانه گفت نه خیر نمیشناسم و از کنار پسر رد شد. بله این پسر همون تاتسویا ایشیهاچیه. لنزی سوار دوچرخه شد و رفت. اون خیلی دور نشده بود که سر اولین تقاطع متوجه شد که اون پسر دنبالشه. لنزی کمی تندتر رکاب زد. اون پسرم شروع به دویدن کرد. میدونین تعداد تقاطع‌های محله چیبا اونقدر زیاد بود که لنزی نتونست تاتسویا رو جا بذاره. وقتی نزدیکای خونه رسیدن لنزی تصمیم گرفت تا خودشو جمع جور کنه و ببینه حرف حساب این پسر چیه. اصلا چرا داره تعقیبش میکنه؟ تاتسویا برخلاف اون رفتار عجیب غریبش یه درخواست ساده و معصومانه داشت. اون خیلی مؤدبانه از لنزی خواهش کرد تا به صورت خصوصی بهش زبان یاد بده و اتفاقا پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای هم بابت دستمزد به لنزی داد. و برای اینکه لنزی احساس راحتی بکنه بهش گفت که تو هر کافه‌ای که اون راحت قرار بذاره. لنزی مکث کوتاهی کرد و خیلی مؤدبانه پیشنهادش رو رد کرد. آخه واقعا اون برنامه کاریش پر بود و ساعتایی هم که کار نمیکرد واقعا احتیاج به استراحت داشت.
از چهره تاتسویا پیدا بود که ناامید شده و قبول کرده. اما اینجا یه درخواست عجیب دیگه کرد. گفتیم اون تمام راهو دنبال لنزی دویده بود. اون به لنزی گفت تشنمه، اگه ممکنه یه لیوان آب بهم بده. لنزی دختر مهربونی بود و با توجه به سن و سال کمش راحت نمیتونست نه بگه. البته انقدر باهوش بود که یه مرد غریبه رو که درست چند لحظه پیش ترسونده بودش و تو خونه راه نده. ولی اون با خودش فکر کرد الان که همخونه‌هام بالا هستن بهتره این مرد بیاد بالا تا ببینه که من هیچ وقت تنها نیستم و همخونه‌هام پیشمن. از طرف دیگه همخونه‌هام هم میتونن این پسر رو ببینن. اونا با هم به آپارتمان لنزی رفتن و اون یه لیوان آب به تاتسویا داد. تاتسویا تو این فاصله تصمیم گرفت یه بار دیگه شانسش رو امتحان کنه. ولی این بار مبلغ بیشتری رو پیشنهاد کرد. اون یه مبلغی پیشنهاد کرد که برای معلم 22 ساله واقعا وسوسه انگیز بود. اون مبلغ 3500 ین در ساعت به لنزی پیشنهاد کرد. تو این لحظه لنزی که اضطراب حس بدش کمی فروکش کرده بود، از طرفی هم میدونست که محل تدریس رو خودش میتونه انتخاب کنه، پیشنهاد تاتسویا رو با کمی مکث پذیرفت. نه اینکه خیلی به پولش نیاز داشته باشه، نه. پولی که از آموزشگاه در می آورد کل هزینه‌هاشو پوشش میداد. این فقط یه پول راحت بود. اون در ازای 1 ساعت آموزش میتونست به اندازه چندین ساعت تدریس تو آموزشگاه پول در بیاره بدون اینکه نیاز باشه مسافت زیادی رو طی کنه. تاتسویا که از شنیدن جواب مثبت خیلی خوشحال بود، برای لنزی آرزوی سلامتی کرد و بقیه آبشو خورد. بعدم دست کرد جیب پشتش و یه خودکار در آورد و یه تیکه کاغذم پیدا کرد و شروع به نوشتن چیزی کرد. این نوشتن یه مقدار طول کشید. حدوداً 1 دقیقه بعد اون کاغذ به لنزی داد. اون تصویر چهره لنزی رو اسکیس زده بود و کنارش اسم و شماره‌شو رو نوشته بود. قرار شد که چند روز دیگه لنزی باهاش تماس بگیره و ساعت و روز رو برای آموزش باهاش هماهنگ کنه. بیان یکم در مورد شخصیت تاتسویا بیشتر بدونیم. اون یه جوون 28 ساله بود که تو ایچیکاوا تو همون محله چیبا زندگی میکرد. اون متولد 5 ژانویه 1979 تو استان گیفو بود و تا زمانی که به چیبا نقل مکان کنن همونجا بزرگ شد. اون علاقه زیادی به مانگا با محتوای خشونت‌آمیز داشت. اون یه شخصیت منزوی و سرکش داشت، اخلاقی که تو فرهنگ ژاپنی بهش میگن هیکیکوموری. تاتسویا چند سالی بود که رفتارهای نگران کننده ای ازش سر میزد. مثلا یه مدت پیش اون تو خیابون به یه زن حمله ور شد و بعد از ضرب و شتم اون قصد دزدی از اونو داشت. اون در ارتباط با این رفتارش دستگیر شد ولی هیچ وقت تو دادگاه محکوم نشد. پدر اون با پرداخت 1,000,000 ین زن رو راضی کرد تا از شکایتش منصرف شه. تاتسویا توی خانواده ثروتمند و تحصیل کرده به دنیا آمده بود و با همین شرایط بزرگ شده بود. پدرش جراح مغز توی بیمارستان محلی تو چیبو بود و مادرش یه دندونپزشک حرفه‌ای. تاتسویا هم از بچگی آرزو داشت جا پای پدرش بذاره و یه پزشک بشه و این همیشه فشاری بود که خواسته یا ناخواسته روی تاتسویا بود. ما اول ویدیو به تنیدگی فرهنگ و جرایم اشاره کردیم. بد نیست راجع به دسته‌بندی جرایم هم یک کوچولو صحبت کنیم. جرایم به 2 دسته کلی بزهکاری و جرایم خشونت‌آمیز قابل تقسیمه. توی یه تحقیق جامع و طی مطالعاتی بین سالهای 1991 تا 2011 از زندانیای مرد چندین منطقه با فرهنگ‌های متفاوت که به خاطر جرایم خشونت‌آمیز توی زندان به سر می‌بردن، زندانیا تو پاسخ به این سوال که چرا دست به رفتار خشونت‌آمیز زدن، حرفایی زدن که همگی تو 2 دسته جا می‌گرفتن. این نوع جرایم یا برای به دست آوردن یا بازپسگیری هویت بود یا برای دستیابی به منابع اجتماعی. به همین خاطره که تو جوامعی که فرصت‌های برابر برای دستیابی به منابع اجتماعی و فرصت‌های ثروت و شغلی یکسان کم داره، جرایم خشونتبار بیشتری رو شاهدن.